درود بر من، چطورید؟ خیلی خوش اومدید این ویدیو. امروز میخوایم بریم بچه‌ها بهتون یاد بدم چطوری خامرغی یا بدون صدا پا راه برید. حتما تا انتهای ویدیو همراهمون باشین که خیلی نکته‌های مهمی بهتون میگم. پس بدون پرحرفی بزنید بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها اولین قدم شما وارد ستینگ میشید، گزینه بیسیک رو میزنید و میاید پایین. بچه always اسپریت رو پیدا میکنید. شاید در شما روی آن باشه، شاید روی آف باشه. حتما بچه اینو بذارید آف تا گزینه پامرغی براتون فعال بشه یا بدون صدا پا رفتن فعال بشه. سنسیتیویتی بچه حالا من گذاشتم روی 36. حالا بستگی به شما داره، بستگی داره با چه دیوایسی پلی میدونه اینا. حالا جلوتر بهتون میگم، حتما همراهمون باش. شما میای یه پرکست بچه صدا پاتون رو میگیره که اینه، حتما باید بذاریدش که با پامرغی راه رفتن و این پرکو گذاشتن دیگه هیچ صدا پای شما ندارید. و آره خب بریم ادامه ویدیو رو همراهمون باشید، بهتون نشون بدم چه کارایی داره. آقا شاید حالا بگین پامرغی چه تأثیری داره، الان پرکو ما چرا الکی گذاشت. نگاه کنید پرکو که شما بذارید بعد دیگه هیچ صدا پایی ندارید، شما هیچ صدا پایی نمیتونید. و نگاه کنید اینطوری صدا پا میدید، ولی اینطوری نگاه بچه. حالا اون سنسیتیویتی الویز اسپرینت دلیلش اینه. نگاه کنید شما هرچی ببرین بیشتر حساسیتش بیشتر میشه. نگاه کنید الویز حالا مثلا میاره بالا میبره، خیلی شما باید کم شوکت جویستیک چی هست ببرین و مثل ما و آره سنسیتیویتی الویز اسپرینت هم همین. حالا من روی 36 گذاشتم، 35 همینطورا تا 40 و لازم این نت درست کنم. خب آقا من نت درست کردم. نگاه کنید این سنسیتیویتی من تا 35 تا 40 بچه بکشین تا بالا، حتی پامرغی میره. پامرغی نه بچه آروم راه رفتنه، نه بدو این دویدن نه، والا هیچ کلا فرق داره، یه مدل دیگه. و خیلی تو بازی کرده اینجا تاثیر داره. و امیدوارم بچه این آموزش به دردتون خورده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید و خیلی لایک کردم چیز میکنه، لایک و ساب و زنگوله فراموش نشه. کامنت هم بنویسید، خیلی همه کامنت میشنم انرژی میرم. و اگه آموزش بیشتر دوست دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیو دیگه فعلا خدا.